سلام، من دکتر نوید خپلواک هستم. بحث امروز ما در مورد تفکیک درد شکم با درد معده، درد غده پنکریاس و اجزای دیگه شکم با درد معده. خب، اگر عفونت یا التهاب در معده موجود باشه، مریض بعد از خوردن نان اتومات احساس دلبدی یا ناسیا و بعد از دلبدی استفراغ میکنه. در پهلویش درد شدید در قسمت معده، در این ناحیه درد شدید احساس میکنه. این درد با خوردن نان زیادتر شده و در شکم خالی نسبتاً یا معده خالی نسبتاً بهتر می باشه. اپیگاستریک پین. اگر التهاب موجود بود بعد از خوردن دلبدی و استفراغ به وجود آمد و در اکثریت موارد بعد از خوردن احساس پوندیدن و دمش معده، گاستروپرسس، عدم تحرک معده، از جمله علائم است که بعد از التهاب و عفونت معده توسط یا استفاده ادویه‌جات یا اچ پایلوری و یا هر ملحوظ دیگه مریض احساس میکنه. این حالت در یک وضعیت دیگه قابل احساس است. severe gastric pain. اگر درد مریض در قسمت بالایی شکم در این ناحیه بیشتر بود، خیلی شدید بود، این درد مستقیم به طرف کمر ردیشن یا سرایت میکرد. این درد معده نیست، درد غده پنکریاس است. ردیشن تو بک. اکثر این و مریضا بعد از خوردن نان استفراغ و دلبدی داره. نان وقت بخوره اتومات نازیا، دلبدی و دلبدیشان تبدیل میشه به استفراغ. اما تفکیکی که باید بین درد معده و غده پنکریاس بکنیم در این وضعیت است. دلبدی در اونجا است، در عفونت معده با وجود میاد، در عفونت غده پنکریاس هم. این در عفونت معده استفراغ میکنیم، در عفونت غده پنکریاس هم. این استفراغات سبب میشه که درد مریض کم شوه، ریلیف. اکثریت اوقات مریض بعد از خوردن نان احساس مزاحمت میکنه، دلتنگی و خلق تنگی برش پیدا میشه و انگشت خود داخل گلو برده پس استفراغش میکنه. بعد از استفراغ مریض آرام میشه. ولی برعکس در عفونت غده پنکریاس، این غده پنکریاس است، استفراغ کردن وضع مریض، درد مریض دگام بیشتر میسازه، سیمتومز یا علائم اگریویت میسازه، بیشتر میسازه. این یک تفکیک است که باید متوجه باشیم. دوم، دردی که در ناحیه معده است با خوردن به وجود میاد، اما دردی که در غده پنکریاس است با خوردن زیاد میشه، اما به وجود آمدن توسط همون عفونت و التهاب غده پنکریاس است. اگر عفونت در معده موجود باشه، ناگهانی اگر بود، acute gastritis، دفعتاً بنابر هر ملحوظی که بود عفونت پیدا شد، کتش مریض دلبدی استفراغ داره، تب شدید هم داره، اما به اندازه شدید نیست که سبب لرزه و خنک مریض بگرده. این وضعیت در عفونت غده پنکریاس هم موجود است. اگر عفونت غده پنکریاس بود، درد شدید با استفراغات و دلبدی که این وضعیت درد کنترل نمیکنه، اما در معده استفراغ، در عفونت معده استفراغات تسکین میسازه مریضه. تب شدید و سوزان نیز موجود است، اما در پهلوی تب که از غده پنکریاس، از عفونت غده پنکریاس قابل احساس است، مریض رایگرز، لرزه و خنک نیز میخوره. خوب، چیزی که بیشتر قابل لمس است در تفکیک کردن بین درد معده و درد غده پنکریاس، بعد از خوردن شهم یا فرس، درد غده پنکریاس چند میشه و به اندازه که حتی بیشتر مریضا را طاقت فرسا ساخته و استفراغات بیشتر از اینا سبب میلری وایس تیر یا حتی پاره شدن و کفیدن میری میگرده. اینا مریضایی هستن که ستیتوریا یا مواد غایطی چرب دارن، چون غده پنکریاس عفونت کرده. انزیم به نام لایپیز و امایلیز، دو انزیم خیلی مهم و حیاتی برای هضم مواد غذایی دیگه توسط
پنکریاز به کوالیتی خوب تولید نمیشه. اینا هر دو در پنکریاتایتس یا عفونت پنکریاز از حد نرمال بالا میره. وقتی مقدارشان زیادتر شد بدون شک فٹس و اینا یا شحمیات دیجنریت ساخته و بیشتر در مواد غایطه بیرون مبراه. اگر در عفونت معده این ناحیه مریض فشار بتیم درد داره، ولی اگر در عفونت غده پنکریاز این ناحیه را فشار بتیم درد داره، تندرنس در هر دو موجود است. اما در عفونت غده پنکریاز درد مستقیم به قسمت کمر یا بک آف پیشن ردیشن یا سرایت میکنه. این دردها با خوردن نان زیاد میشه. این دردها با خوردن هیچ ارتباط نداره. خب چگونه در لابراتوار میتونیم این وضعیت مهار بسازیم؟ برای دانستن گسترایتس سیمتومز یا علائم خیلی مهم است. اگر مریض میآید و شکایت میکنه که بعد از خوردن نان استفراغ دلبری برم رخ میته، در گشنگی کاملا جور میباشم یا داخل استفراغ دلبری نیست، بعد از دلبری و استفراغ ریلیو یا راحت و تسکین میشم، اینا کسایی هستند که به التهاب معده روبرو شدن. باید حداقل ببینیم که علت اصلی التهاب معده چیست. استفاده از انسرت یا ادویه های ضد درد، بروفین بیشتر مشهور است دوایی صنفی و سیلیکوکزب که بیشتر بر درد استخوان‌ازش استفاده میشه، سبب التهاب حاد معده یا گسترایتس میگرده. هلیکوباکتر پایلوری یا اچ پایلوری علت شایع و مهم است که سبب گسترایتس میگرده. در غده پنکریاز اگر جستجو بکنیم بیشتر اوبسیتی یا چاقی سبب کرونیک پنکریاتایتس میگرده CP و در پهلوی چاقی سیست ها و تومورها در پنکریاس، ضربات به غده پنکریاس سبب اکیوت و کرونیک پنکریاتایتس میگرده. در خون باید معاینه لایپیز و آمایلیز انجام بدهیم اگر استفراغ شدید داریم و توسط دواهای ضد استفراغ هم کنترل نمیشه. استفراغ کردن مواد خوردگی سبب تسکین درد اگر نمیشه، لایپیز و آمایلیز باید ببینیم در مریض. حتی در اکثریت طفلا هم این موضوع قابل لمس و قابل دید است. خب در بزرگسالان لایپیز از 40 تا 140 نرمال است. لایپیز اگر خون میبینیم و از 40 تا 140 مقدار لایپیز در خون است، غده پنکریاس صدمه ندیده. آمایلیز هم اگر میبینیم بین 24 الا 150 اگر بود نرمال است. اگر از این حالت مقدار انزیم بیشتر شده بود، در صورت باید حداقل به منیجمنت غده پنکریاس بپردازیم که ارگان نیمه حیاتی وجود است بالاخره. خب اگر احیانا التهاب موجود بود در معده چگونه باید معالجه شود؟ از همه مهم باید استفراغ مریض توقف بدهیم. آنتی امیتکس یا دواهای ضد استفراغ. وقت استفراغ توقف کرد علت باید معالجه بکنیم. کازتیو تراپی. اگر علت خوردن ادویه درد بود را باید توقف بدهیم. اگر علت اچ پایلوری بود اچ پایلوری را باید معالجه بکنیم و اگر علت عفونت غده پنکریاس است حداقل معالجه غده پنکریاس را باید داشته باشیم و برای دراز مدت حداقل میتونیم از سیروپ یا شربت السنک که بیشتر مشهور است، این نام فابریکه است یا ترید نیم نام تجارتی، سوکرالفیت نام اصلیش است، میتونیم از سوکرالفیت برای چندین ماه شکم گشنه استفاده بکنیم، ولی برای خانم های حامله تجویز نمیشه سوکرالفیت. اگر در غده پنکریاس تکلیف موجود باشه، اولین کاری که میکنیم NPO نل پرورن، مریض از طریق دهن هیچ چیزام باید نخوره. کار دومه که باید بکنیم چون در استفراغات بیشتر مایات خود از دست داده، باید به فلیت تراپی بپردازیم یا معالجه ریپلیس کردن و جابجا سازی مایات در وجود.
از طریق رگ نارمال سلاین رینگر لکتیل هایپوتونیک و اینی سیروما یا انفیوژن را میتونیم استفاده بکنیم. علت عفونت غده پنکریاس باید پیدا بکنیم و از بین ببریم. در بیشتر اوقات استفاده انتی بیوتیک ها و نه رفتن مواد غذایی به داخل جهاز هاضمه و استفاده پی پی آی یا پنتاپرازول از طریق رگ، اسپازمولودکس چون نوسپا و در صورت که استفراغات بیشتر طولانی مدت بوده و زیادتر دوام کرده سبب طاقت فرسایی و ضعف مریض شده میتونیم که از TPN استفاده کنیم. TPN Total Parenteral Nutrition یعنی فراهمسازی غذای مریض از طریق رگ. ممنون.